در صحبت امروزه ما وضع فعلی افغانستان و آسیای مرکزی را از نگاه تروریسم و افراطگرایی بررسی میکنیم و در صحبت امروزه ما همچون مهمان حضور دارند برمک پژواک، مسئول انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر از شما خانم شعلا. سلامت باشید. ما خبر یافتیم که انستیتوت شما اخیراً نیت دارد با یک برنامه وابسته به آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان تمرکز کند. میشد بگویید که این برنامه چگونه برنامه است و هدفش چی است؟ چه جزئیات دارد؟ بسیار تشکر. به تعقیب تفاهمی که بین حکومت ایالات متحده آمریکا و جمهوریت‌های آسیای میانه قبلا صورت گرفته بود در وقت رئیس جمهور سابق آمریکا پرزیدنت اوباما، وزارت خارجه آمریکا با وزارت‌های خارجه 5 کشور آسیای میانه به یک توافق اینا نایل شدند که بتوانند در قسمت افراطیت و تروریسم با همدیگر همکاری کنند. در این بخش وزارت خارجه آمریکا از انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP که ما در اونجا کار میکنم از ما خواهش کردن که این پروگرام پیش ببریم و با این خاطر ما در تابستان امسال و دوشنبه سفر کردیم با یک هیئت فوق‌العاده وزارت خارجه آمریکا و با یک کنفرانس را یا یک مجلس را که وزارت خارجه تاجیکستان میزبان از بود در اونجا شرکت کردیم. پروگرام های USIP را به خاطر رفع افراطیت و مبارزه با تروریسم با نمایندای کشورهای آسیای میانه که خوشبختانه هر 5 مملکت آسیای میانه در اونجا نماینده داشتن صحبت کردیم که در اینجا 4 پروگرام ما رویش صحبت شد. یک پروگرام از این به خاطر آوردن اعتماد بین مردم و پلیس است که پلیس بتانه با مردم رابطه‌ای داشته باشه که مردم بالای پلیس اعتماد کنن و با پلیس در مورد فعالیت‌های کسایی که تمایلات افراطی دارن و یا ای که با گروه‌های تروریستی همکاری میکنن در این قسمت با پلیس همکاری کنن و پلیس هم با او مرحله باشه که با مردم بتونه به صورت درست کار کنه که مردم اعتمادش حاصل کنن. یک قسمت دیگه‌اش است که یک دیالوگ بین حکومت، سازمان‌های امنیتی و فرضاً رهبران مذهبی به میان بیاید که در اونجا بتانن که حکومت و رهبران مذهبی با هم دیگر همکاری کنن به خاطر از اینکه در اکثر جاها شنیده شده که بعضی از رهبران مذهبی که خارج از رجیستریشن دولت هستند یا کسانی هستند اونا متاسفانه تحت تمایلات مذهبی قرار گرفتن کنا به اصطلاح مذهب رسمی که در آسیای مرکزی هست خارج از اون محدوده قرار دارد. و یک پروگرام دیگه است که با جوانان همکاری شود که جوانان بتانن تحت تاثیر تبلیغاتی که از طریق سوشال میدیا و فیسبوک و اینا میآید تحت تاثیر از اونا قرار نگیرند. بله، خب معلوم است که قبل از شروع هر یک برنامه شما موضوع رو می‌آموزید و پژوهش می‌گذرونید. میتونید بگید که در قیاس با دیگر کشورهای آسیای مرکزی تا کجا تاجیکستان در نسبت تروریسم و افراطگرایی آسیب پذیر است؟ تاجیکستان متاسفانه یک چیزی هست که موقعیت جغرافیایی تاجیکستان در یک خطه قرار داره که همسایگی با افغانستان داره. افغانستان متاسفانه در طول 40 سال گذشته میدان جنگ و نبرد بوده و در اینجا گروه های مختلف آمدن و جنگیدن بر شما معلوم است و فعلا متاسفانه خصوصا مناطق مرزی تاجیکستان در اینجا هم گروه های دولت اسلامی و هم طالبان و هم باندای مواد مخدر و اینا نفوذ دارند و اینا متاسفانه از خلایی که به نسبت حاکمیت قانون در افغانستان و میان آمده استفاده کردن و در اونجا توانستن برای خود بیسای ایجاد کنند. از این خاطر تاجیکستان در معرض خطر بسیار نزدیک و قرار داره به خاطر همسرد بودن با افغانستان و این خطر است که دولت مردای تاجیکستان، حکومت تاجیکستان و اونا این احساس میکنن و در مقابل از این میخوان که آمادگی کامل داشته باشن که خدای نخواسته از افغانستان تروریستا و اینا به تاجیکستان انتقال نیابند و اونجا امی ناراحتی و ناامنی را در تاجیکستان ایجاد نکنند. خب شما از افغانستان یاد آوردید، ضمناً در این اواخر دولت اسلامی، گروه دولت اسلامی در این کشور نفوذ پیدا کرده است. از روی معلومات شما مناسبت این گروه تروریستی با گروه طالبان و خودی حکومت چگونه است؟
گروه تروریستی دولت اسلامی نه با طالبان نه با دولت افغانستان اینا کدام چیز مشترک دارن. گروه تروریستی دولت اسلامی اینا چیزی را در افغانستان تبلیغ میکنن که در افغانستان کدام ریشه نداره. نه دین از اینا در افغانستان ریشه داره، نه قاید مذهبی از اینا در افغانستان ریشه داره. اینا کسانی هستند که از خارج آمدن، از بیگانه هستند، با مردم افغانستان ارتباط ندارند و خوشبختانه در افغانستان اینا تنها با زور خود را مطرح ساختند. هیچ گونه حمایت مردمی ندارند. تا آمدن گروه دولت اسلامی در افغانستان دیگر سازمان ها و گروه های تروریستی فعال بودند. امروز آنها در کدام وضعیت هستند؟ تا کجا سر بالا میکنند؟ از خود فعالیت نشون میدهند. اکثر گروه های خارجی که در افغانستان بودند یا گروه های تروریستی بین‌المللی که در افغانستان بودن و از زمان پیش از زمان القاعده و اینا در افغانستان مانده بودن و اینا یک زمان در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان در اونجا زندگی میکردن و وقتی که پاکستانیا و دولت پاکستان اونا عملیات نظامی را در اونجا آغاز کردن و وقتی که طالبان اعلام کردن که ما یک آجندای بین‌المللی نداریم و نمیخوایم که در خارج از سرحدات افغانستان ما در امور ممالک همسایه مداخله کنیم، این گروه های تروریستی از طالبان ناامید شدن و اینا شروع کردن که با داعش و دولت اسلامی اینا بیعت کنن و امروز از اونا یک جای شن و اینا گروه های مختلف هستند و نامای مختلف یاد میشن، از دولت از نهضت اسلامی ازبکستان گرفته تا جندالله، حزب الله، انصار الله و غیره گروه های مختلف هستند که در اینجا اتباع جمهوریت های آسیای میانه هستند، در اینجا ازبک‌ها هستند، تاجیک‌ها هستند، مردمایی که از روسیه هستند، مثلا از تاتارستان، از چچنیا اونا هستند، قرقیزها هستند در اینجا و اینا متاسفانه همچنان مردمایی که از جمهوریت سینکیان چین، مردمان یوغور اینا هستند و اینا متاسفانه در بعض ولایت‌های شمال افغانستان در مناطق کوهستانی تانستن که یک جای پای برای خود پیدا کنند. یک سوال دیگر در این اواخر در شمال افغانستان جنجال‌ها با مرزبانان تاجیک زیاد شده است. در این باره شما هیچ اطلاعی دارید یا نه؟ بله، در این مورد دو مسئله است. مسئله یکی مسئله گروه های افراطی و تروریست هستند که اونا میخواهند در تاجیکستان نفوذ کنند و دوم باندهای مواد مخدر است که اینا میخواهند قاچاق کنند مواد مخدر را که در افغانستان به شما معلوم است که افغانستان از نقطه نظر تولید و کشت تریاک و اوپیوم کلانترین مملکت است در دنیا و اینا یک راهی که اینا را به اروپا و به روسیه قاچاق میکنن از طریق تاجیکستان و از طریق مرزهای شمال افغانستان است و خوشبختانه که دولت تاجیکستان و نیروهای کشورهای مشترک منافع که در اونجا هستن اونا از اینا جلوگیری میکنن و همین دلیل عمده مشکلات است که در مرزهای تاجیکستان و افغانستان واقع میشه. سپاس فراوان برای صحبت. تشکر. خاطررسان میشویم که در مهمانی ما قرار داشتند برمک پژواک، مسئول انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا. روزی خوش داشته باشید و خدا نگهدارتان. تشکر.